آدما اغلب برای آرامش و رهایی از تنش‌های زندگی و یا استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی روحیه‌شون کمک کنه به مسافرت میرن. امروز گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار میره و به عنوان صنعت بدون دود از اون یاد میشه. کشوری مثل اسپانیا برای کسب درآمد به عنوان صنعت اولشون به این مقوله نگاه میکنه. امروزه با پیشرفت این صنعت به شاخه‌های تخصصی گردشگری فرهنگی، ورزشی، ماجراجویانه، مذهبی و گردشگری سلامت تقسیم بندی میشن که خود همینا زیر شاخه‌های مختلفی دارن. مثلا همین گردشگری سلامت. یه سری از عالم‌های دنیا برای خدمات و امکانات یه منطقه، مثلا چشمه‌های معدنی و آب گرم یا بیمارستان‌های پیشرفته و خدمات پزشکی برای پیشگیری و درمان سفر می‌کنن. اغلب کشورهای دنیا به خصوص کشورهای آسیایی در این صنعت فعالن. درآمد ارزی این صنعت در دنیا معادل 60 میلیارد دلاره و سهم ایران در این صنعت تنها 500 میلیون دلاره. کشورهایی مثل هند، تایلند و ترکیه و حتی شهر کوچکی مثل دبی در امارات از جمله فعالترین ها در زمینه گردشگری سلامت هستند. اما ایران در این صنعت که خیلی ها از اون به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد میکنن در کجا قرار داره؟ ایران از نظر جاذبه های گردشگری طبیعی جزو 10 کشور برتر جهانه، اما از بازار توریست و گردشگری سهم شاخصی نداره. در زمینه توریسم درمانی و جذب گردشگران سلامت، توانمندی‌های شاغلان حرفه پزشکی، تکنولوژی‌های بروز و استانداردهای جهانی، اقتصاد درمان، هزینه‌های درمانی و مقررات داخلی کشورها از عوامل مهم گردشگری سلامت هستند. ایران در همه این موارد نسبت به کشورهای همسایه و خاورمیانه از توانمندی‌های بهتری برخورداره. بیمارستان‌های مجهز به پزشکان متخصص، سابقه دیرینه طب سنتی و هزینه‌های پایین درمانی و فرصت بازدید از مکان‌های دیدنی، همه اون چیزی که گردشگر سلامت رو ترغیب میکنه که مقصدش رو ایران انتخاب کنه. هزینه درمان تو کشور ایران خیلی مناسبه. گرونترین عمل جراحی قلب باز تو ایران حدود 1/3 همون عمل در کشورهای دیگه دنیاست و در بخش‌های دیگه حتی به 1/10 هزینه نسبت به کشورهای دیگه هم میرسه. کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزون اون به علت عدم تبلیغات مناسب و عدم ایجاد جذابیت و قوانین و مقررات مناسب برای گردشگر باعث شدن که خیلی نتونیم تو این صنعت بدرخشیم. اولویت و اهداف گردشگری سلامت در ایران در حوزه‌های ناباروری، دندانپزشکی، جراحی قلب، چشم و جراحی پلاستیک و زیبایی، بیماری‌های مرتبط با سرطان، گردشگری در آب‌های شفابخش و حتی پزشکی هسته‌ای میتونه باشه. در حال حاضر بیشترین گردشگران سلامت از کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان، کویت، سوریه، لبنان، بحرین و ترکیه هستند. گردشگری علاوه بر ایجاد ارزش و اشتغالزایی، بستر گفتگو بین فرهنگ‌ها و تمدن هاست و از نظر سیاسی روابط بین کشورها رو متعادل‌تر و نزدیک‌تر می‌کنه. با شناسایی و برنامه‌ریزی مقررات داخلی متناسب با کشور، اعطای تسهیلات درمان و سلامت و حمایت و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد شهرهای سلامت در کنار جاذبه‌های گردشگری با زیرساخت پیشرفته، ارتباط با دانشگاه‌های معتبر برای ارتقای مهارت‌های درمانی، حضور متخصصان سلامت و تبلیغات گسترده برای تشویق گردشگران سلامت در کشور میشه در کشور اشتغالزایی و کسب ارزش افزوده قابل توجهی رو ایجاد کرد و حتی خدمات پزشکی رو به کشورهای دیگه صادر کرد و شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم. فقط کافیه با